السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، این مسجد مدینه، مسجد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مردم در نماز شام جمع شدند. هیچ جایی نیست که مردم در اینجا در صف نماز بگذارند. با همون خاطر همه کوشش دارن که نماز شام در مسجد با جماعت بخوانیم. این مسجد نبوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. باز بار دیگر اینا با زیارت روضه پیغمبر خدا آمده ایستادیم. اون برادرانی که از تاجیکستان و از شهر یکاترینبورگ و آنهایی که با تلفن برای ما سپارش دادن که سلام ما برای روضه پیغمبر خدا برسان، البته ما ویدیو را قطع میکنیم و دعاگو هستیم برای همه بندگان.